یعنی امشب که میدونید شب تولد امام حسن عسکری علیه السلام هست. خیلی ممنون. برو پایین. برو. این شب عزیز اجازه بدین این بچه ها پایین بشن، خواهش میکنم. یه مسئله من بگم. به من گفتن که چند نفر تعدادشون؟ 6 نفر. 7 نفر میتونیم. به 7 نفر ما جایزه میتونیم بدیم. چشم. به 7 نفر ما جایزه میدیم. ولی این 7 نفر کیا هستن؟ الان میگم جایزه‌ش هم همه ارشیاست. 7 نفر که اسمشون، گوش کنید، 7 نفر که اسمشون حسن باشه. به میمنت امشب کارت شناساییشون رو نگاه میکنیم. فقط حسن ها، نه مثلا محمد حسن، چه میدونم از این اسمایی که کنارش بشه، نه، حسن خالی. و 7 نفر هم نرگس. اگر کارت شناساییشون رو همراه داشته باشن و ما رعایت کنیم، به 7 نفر 7 تا هدیه از سوی ارشیا تقدیمشون خواهیم کرد. علی هم که اینجا باید بنوازه، ماشاءالله منتظره که یکی کیو بده. صبر کن. 7 نفر حسن، 7 نفر نرگس. هر کسی میتونه یا به عبارتی کارت شناساییش رو داره بیاد. آقا اینجا بیاد، الان بیاد اینجا، همین الان بیاد، سریع بیاد. اسمش حسن باشه ها، کارت شناسایی رو نرگس هم باشه ما قبول داریم. متشکرم. و فیلم زیبای یک حبه قند در این سینما در حال اکرانه. در عید نوروز برنامه‌های متنوعی در باشگاه ایرانیان تدارک دیده شده، از جمله روز 4 فروردین که یک آقایی به نام مایی صفت میان برای شما تقلید صدا میکنن. نه، کارت شناسایی همراهتون باشه. اگر داشتن بیان. اسم شما چیه؟ نرگس. اولیش نرگسه. بیا نرگس قشنگم. یه دونه از 7 نفر بفرمایید. مبارکت باشه. ارشیا. نفر بعدی بیا خانم، بفرمایید. حاج خانم بفرمایید. سلام، حال شما؟ مبارک. ببخشید من مجبورم نگاه کنم کارت شناسایی، چون گفتن فقط کسانی که نرگس هستن. همین نگاه کنم کفایت میکنه. بله نرگس، به افتخار ایشونم. بفرمایید خواهر من. شما سرکار خانم. به درسته آقا، درسته مال ایشونم. تا اینجا حاج خانم اومدن به سلامتی. بفرمایید. درود بر شما. من معذرت میخوام، باید رعایت کنم. درود بر شما نرگس خانم بفرمایید. مبارکتون باشه. چند تا شدن آقا؟ بفرمایید. خواهش میکنم. جان این مامانش نرگسه. درسته مادر ایشون. بود خانم ها تمام شد. آقایون متشکرم. بود خوب میشه شما برن. سلام، خوبی حسن آقا؟ به درسته حسن. متشکرم، دوست دارم. متشکرم. درود بر شما. خب فقط آقایونا. الان خانم‌ها تموم شد. هدیه آقایون. حسن، اگر آقا، پدر حسن خالی، محمد حسن یا حسن علی نباشه، حسن خالی اینه. این قیافش نمیخواد سیاوش اینا میخوره. خب نداریم. حالا میگن الان شرایط تغییر کرد. محمد حسن هم اگر بود، اگر اسمی کنارش بود بیاد، اشکال نداره. محمد حسن علی، از این اسما که داریم، اسمای عزیز و دوست داشتنی. ببینم کیا هستن. جانم من نمیدونم. کارت شناسایی فقط کارت شناسایی. سید حسن مثلا داریم؟ بیان. این محصولات و این جوایز همچنان. آقا بفرما. جانم. به این احسانه. حسن پسرم سلام، درود بر شما. خوبین؟ نه سلام. کارت شناسایی. دختر گلم، منم بابام اسمش میتونه حسن باشه. نمیگم خدا نکرده جسارته، ولی باید کارت شناسایی باشه. من معذرت میخوام. سلام، خیلی خوش آمدید. ببینم. به خود حسن موسی. آقا بفرمایید. مبارکت باشه. از سوی ارشیا مبارک باشه.
جان به به. بله آقای مهدی حسن یا حسن مهدی بفرمایید. شما آقای من معذرت میخوام. بله اشکال نداره، اینا که کنارشون که اسم دیگه هم هست ما خودمون گفتیم. حسن یحیی فرقی نمیکنه. خب تموم شد آقا. شما کارشناس نگاه کردی، بفرمایید. اینم برای شما. اینا اومد. قربونت برم. این محمد راشده، این نمیشه عزیزم، بعد حسن باشه. ببخشید جانم دخترم جان. این نرجسه خانم ها. نرجس تموم شو. بیا نه فکر کردم شاید هدایاشو آخرین مونده. آخرین حسن یا آخرین نرجس در سالن ببینم کیه. دیگه نداریم تموم شد. خب اگر نداریم که به همین اکتفا کنیم. ایرانیان عزیز عیدتون مبارک باشه. پیشا پیش این شب فرخنده رو به شما تبریک میگم. تشکر میکنم از صدا بردار خوب آقای بهرامی. تشکر از نورپرداز تصویربرداران. اگر امشب کوتاهی بود به گردن من، اما اگر خوب اجرا شد به پای دوستان در باشگاه ایرانیان که هر سال همت میگمارند و این برنامه رو برگزار میکنن. انشالله که برنامه امشب مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. دست همتون رو میبوسم. و اما فیلم سینمایی یک حبه قند در همین مکان در این سینما اکران میشه، میتونید نگاه کنید. از سوی دیگه در عید نوروز 1391 برنامه‌های متنوعی در باشگاه ایرانیان تدارک دیده شده، از جمله روز 4 فروردین با حضور هنرمند تقلید صدا حمید ماهی صفت.